سلام. آموزش امروزمون خمیر شیشه‌ای یا شفاف هست. بریم با همدیگه آمادهش کنیم. اول یه قاشق گلیسرین که جزء مواد اولیه‌مون بود توی پیمانمون میریزیم. دور تا دور پیمانمون رو گلیسرینی می‌کنیم که وقتی چسب چوب می‌ریزیم به راحتی از ظرفمون جدا بشه. از چسب چوب شمال مشهد، چسب چوبی که بعد از خشک شدن شفاف میشه، بیرنگ میشه، باید استفاده کنید. نصف قاشق هم وازلین و یک قاشق روغن مایع داشتیم. ببینید چسب چوب هم به مواد اضافه میکنیم به راحتی، چون توی ظرفمون گلیسرین بوده جدا میشه. زیر شعله گاز نه خیلی زیاد باشه نه خیلی هم کم باشه، متوسط و ملایم باشه. مواد رو با هم ترکیب می‌کنیم. این کار رو انقدر تکرار می‌کنیم تا آب چسب چوب کاملا تبخیر بشه و یه خمیر منسجمی ما بده. کم کم ببینید روی حرارت انقدر باید هم بزنید تا آب چسب چوب تبخیر بشه. ببینید کم کم داره سفت میشه. اصلا نمیشه از کنار این خمیر تکون خورد. باید مرتب مواد رو هم بزنید تا یه خمیر یک دسته بهتون بده. اگه تو فیلم کاملا مشخص باشه ببینید داره کم کم خمیر ما سفت میشه. این کار رو انقدر تکرار میکنید که دیگه وقتی دست به چسب چوبتون میزنید، به مواد میزنید، به دستتون نچسبه. کم کم ببینید مواد داره از سطح مایتابه جدا میشه، یعنی خمیر نزدیک به آماده شدن هست. حدود 20 تا 25 دقیقه زمان میبره برای پیمانه تا خمیر آماده شه. ببینید داره کاملا از ظرف جدا میشه. دست میزنم، به دستم نمیچسبه. دستتون رو با وازلین چرب کنید و کم کم تمام مواد رو از سطح مایتابه جدا کنید. ببینید یه خمیر لطیف منسجم به دست میاد. این خمیر اول باید هر سازه که داریم بسازین، پس از اینکه خشک بشه بیرنگ میشه. یک کمی به دستم اگه چسبید ببینید به همین مایتابه میذارین تا درست بشه. این از خمیر ما خوب برز میدین، حرارتش کم بشه. یه پلاستیک چرب میکنین و خمیر رو داخلش میذارین. امیدوارم از آموزش لذت ببرید.